دادرک عزیز من خوش مکتب چی خیل درسای چی خیل همش خوب اپا جان. خب امروز بخوای چند گرفتی؟ اپا جان من که بهای خوب گرفتم اما چی اما بوز چی شد؟ امروز یک واقعه روی داد. چی واقعه؟ کنی بگوی در راه یا که در مکتب؟ نه در راه نه در مکتب. خوب گوش میکنم. امروز درس صنعت و مهنت داشتیم. من و هلال در یک پرده نشسته بودیم. معلم به همه ما یک وظیفه داد. چی وظیفه بود؟ تو چه از او دست پیش معلم نبرمدی؟ دشوار بود؟ نه دشوار نبود. معلم به ما رسم برگ رو پیشنهاد نمود و خواهش نمود که ما نیز چنین رسم ها رو بکشیم. اما اوف چی امو؟ آخر بگوی نخود که اون رسم رو کشیدن نتوانسته باشی. او من که چند مرتبه به تو چنین رسم رو آموخته بودم. نه اپا جان من از دشت بر اومدم. تنها برای رنگ کردنش قلمی رنگی سبز نداشتم. با رنگ کبود رنگش کردم. او برای چی اصلی خمی سبز نپرسیدی؟ من پرسیدم اما به من نداد. خیر بچه شد؟ معلم برگی کشته مرا دیده حیران شد. از من پرسید چرا برگی کشته کبود است؟ من اصل واقعه را با اون نقل کردم. خیر بعد بهای چند گرفتی؟ برگه های هر دوی ما خیلی خوب کشیده شده بود. تنها رنگ هایشان فرق داشت. اما معلم به من بهای 5 گذاشت و به هلال بهای 2. برای چی این طور شد نمیدونم اپا جان. دادرک عزیز من آخر هلال بخیلی کرد و تو قلمش را نداد. از این کرداری او معلم واقع شد و چنین عمل به او پسند آمد. برای همین به هلال بهای 2 گذاشت تا اینکه این عملش را دیگر تکرار نکند چون که بخیلی این بد کرداری است. من هیچگاه به هیچ کس بخیلی نکردم و همیشه کوشش میکنم که به دیگران یاری رسانم. شما هم دوستان عزیز هیچگاه بخیلی و حسودی نکنید. از این اقدام خود دوستی را از دست میدهید و همیشه باعث بدبینی دیگران خواهید شد. همیشه کوشش کنید که شخصی دلگشود و ذکی باشید.